بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. صدق الله العظيم. سلام و عرض ادب خدمت بینندگان عزیز و دوستان نهایت گرانقدر که ما را از دریچه چنل یوتیوب بیننده هستید. خدا کنه جور و صحتمند و سرحال باشید. موضوع این بار ما و این جلسه ما در مورد فلسطین می باشد. اولا باید عرض بکنیم که در فلسطین یعنی مسجد الاقصی یا بیت المقدس چند بار مسلمانان نماز خواندند و چند بار فتح شده به توسط مجاهدین اسلام. اولا باید این را عرض بکنیم که جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم زمانی که به معراج رفت یعنی به بیت المعمور به عرش پروردگار رفت، اولا از مکه مکرمه در یک شب به بیت الاقصی یعنی مسجد الاقصی سفر کرد و بعدا به بیت المعمور رفت و در مسجد الاقصی 1,24,000 پیغمبر را کم بیش اونجا جماعت داد و نماز داد. اولین بار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در آنجا نماز داد و ثانیا در زمان خلافت حضرت عمر فاروق زمانی که فلسطین را فتح کرد، اون مجاهدین سربکف اسلام در آنجا نماز ادا کردند و این بار دوم بود که حضرت عمر فاروق در بیت المقدس نماز خواندند و در بار دوم حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بود و در بار سوم حضرت صلاح الدین ایوبی بود. حضرت صلاح الدین ایوبی یکی از مجاهدین بود که فلسطین را فتح کرد و توانست که اونجا را فتح بکند و بعد با تمام مجاهدین اسلام داخل اونجا شدند و در اونجا نماز ادا کردند. این بار سوم بود و در بار چهارم مردم مجاهد پرور و مردم که مجاهدین را دوست داشتند و حمایه میکردند و تمامگی مردم دست به دست هم داده آن اسرائیل که کفر بود بالای مسلمین ظلم میکردند، آنها اونجا داخل شدند و تمام اسرائیل ها را از فلسطین کشاندند و در فلسطین و بیت المقدس را فتح کردند و در آنجا نماز ادا کردند. و یک کتاب داریم، یک کتاب است به نام ما چگونه بیت المقدس را از اسارت آزاد سازیم. یگانه راه آزاد ساختن فلسطین و بیت المقدس سه راه است از تمام مردمان دنیا یعنی مسلمانان. زمانی که ما میخواهیم بیت المقدس یا مسجد الاقصی و فلسطین را آزاد بسازیم، سه کار را باید انجام بدهیم. یک، دعا، چرا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید الدعاء مخ العباده، دعا مغز عبادت است. الدعاء هو العباده، دعا عبادت است، همان عبادت است. پس زمانی که دعا مغز عبادت شد یعنی دعا میتواند تقدیر انسان را تغییر بدهد، باید تمام مسلمین که 1,700,000,000 مسلمان در جهان وجود دارد همگی به بارگاه الله رب العزت و الجلال دست بلند کرده و به پیروزی مجاهدین فلسطین دعا بکنیم. و راه دوم اشتراک حضوری مردم جنگجویان و سلحشوران مثل قطعات و اردو. زمانی که یک اسرائیل یا امریکا بالای فلسطین حمله آور شدند، باید مسلمان هایی که یعنی در دولت هستند باید از اونجا کمک روان شود، مجاهدین روان شود تا اینکه کمک برای مردم مجاهد پرور و مردم مجاهدین فلسطین شود. و راه سوم اخطارهای شدید و محکم از کشورهای اسلامی به اسرائیل و امریکا داده شود، چون که اخطار و ترساندن مسلمان ها و کشورهای اسلامی که کفار را میدهند بسیار تأثیر خاص دارد
و ما همگی باید دعا بکنیم که خداوند متعال مردم فلسطین را کمک بکند و مردم فلسطین را بر بالای کفر پیروز بگرداند. اقول قول هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.